تعداد تستای آزمایشگاهی که تا کنون انجام شده 1,212,400 تست بوده که تعداد موارد شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 2410 نفر هستش که مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز در کشور به 184,955 نفر میرسه. تعداد بهبود یافتگان تا کنون به 146,748 نفر رسیده و طی 24 ساعت گذشته موارد بستری شده در مراکز درمانی 714 نفر هستند که 2755 نفر در حال حاضر در بخش مراقبت‌های ویژه هستند و براشون آرزوی سلامتی داریم. با عرض تأسف طی 24 ساعت گذشته 71 نفر از هموطنان عزیزمون رو از دست دادیم که با احتساب این مجموع فوتی هامون در سر ابتلا به این بیماری به 8730 نفر میرسه.